وسوسه در بیماری اعتیاد یا وجود داره و تو شرایطش گرفتار میشی، یا دیگران زمینه وسوسه رو برات فراهم میکنه و تو چندان نقشی نداری، یا اینکه خودت زمینه ساز وسوسه مواد میشی. یادت باشه مواجهه با آدم‌های مصرف کننده یا همون یار بازی، قرار گرفتن تو موقعیت‌های مکانی مصرف یا زمین بازی، یا مواجهه با ابزارهای مصرف مواد یا همون توپ بازی، در کنار وقت بازی، خاطرات بازی، صداها و بوها و وضعیت‌های جسمانی و عاطفی که شما در گذشته درش مصرف مواد میکردی، بعد از قطع مصرف همچنان تا سالها قوی و اثرگذارن. پس نباید از خودت مطمئن باشی و مغرور بشی، چون اراده در برابر وسوسه به شدت ضعیفه.